صفای دل من زیبا. بچه‌ها طبیعت، صدای طبیعت، گوش دادن به صدای پرنده ها، صدای درخت، دریا، اینا درون تو هیل میکنه، مثل یک آب جارویی بر وجودته. الان میخوایم در این طبیعت زیبا با این صدا چند دقیقه با هم مدیتیشن کنیم و از این انرژی استفاده کنیم. هندز فری بزن تو گوشت و با هم مدیتیشن کنیم. از اونجایی که هم صدا رد و بدل میشه و هم تصویر، پس انرژی هم انتقال پیدا میکنه. پس اینو بدون که ما دور از هم نیستیم، قلب به قلب به هم وصل میشیم و با وجود خداوند یکی میشیم. یه جای آروم ساکت بدون هیچ داستانی بشینید. میخوایم با هم روی نفس کشیدنمون تمرکز کنیم و دقت کنیم به صدای طبیعت. چند تا نفس عمیق بکش اول از همه. نفسای عمیقی که از بطن وجودت با آرامش میاد و میره. حالا یه دور اتفاقایی که تا الان تو روز تجربه کردی و برای چند ثانیه مشاهدهش کن. چیزایی که واسه تنش زا بوده، اذیتت کرده، آروم رهاش کن بدون قضاوت. به خودت عشق بده، خودتو سرزنش نکن، به خودت سخت نگیر، همش درسه. آروم بدنتو شل کن به اعضای بدن، دستات، پاهات، قلبت، بند وجودت. قربون صدقه‌شون برو، عشق بده بهشون و آرومشون کن. حالا که بدنتو شل کردی و چند تا نفس عمیق کشیدی، بدنت بالات آروم در اومده، حالا شلش کن و سعی کن به سوراخ بینی توجه کنی، اونجایی که هوای خنک میره داخل و گرمای خوشی از اون میاد بیرون. به خنکی دم و گرمای بازدم توجه کن که تو کسری از ثانیه اتفاق میفته. سعی کن رها کنی و کنترل نکنی، فقط مشاهدش کن. حس کن تا افکار خاموش بشه. صداهایی که میاد بهت میچسبه رو مشاهده کن. همینجوری که روی دم و بازدم تمرکز کردی، ممکنه افکار، احساسات، خاطرات، گذشته، آینده، عجله، استرس، یه چیزایی بهت چسبیده باشه. درگیر نشو، عصبانی نشو، قضاوتش نکن. با عشق و مهربونی همین الان که فهمیدی دور شدی از اون، آروم برگرد روی نفست و عشق بده به خودت. هیچ خطایی نیست، تو فقط داری تمرین میکنی تا تمرکزتو آگاهانه در لحظه اکنون جاری کنی بدون هیچ تلاشی. فقط مشاهدش کن. حتی اگه 5 دقیقه حواست پرت شد، دوباره برگرد اینجا در لحظه اکنون و باز دم و بازدم انجام بده. اصلا بد نیست که تو شاید نتونی 5 دقیقه حواست پرت بشه. تو کافی، تو فوق‌العاده‌ای.